بسم الله الرحمن الرحیم. ما و شما در بحث سوم رسیدیم. در بحث سوم در آیت 58 سوره مائده بحث سوم است که در این بحث صفات دشمنای توحید و احکام مربوط به او را برای ما و شما بیان میکنه. ما و شما گفتیم که تفسیر فکری و اعتقادی میخوانیم. یعنی میخوایم تفسیر فکری و اعتقادی چی معنی؟ یعنی تفسیر میخوانیم قرآن که ما فکر خدا و عقیده خود از قرآن عظیم الشان و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم جور بکنیم. چرا بزرگترین مشکلی که امروز ما و شما داریم در جهان مشکل چی است؟ مشکل فکر است. اکثرا به اساس افکار انحرافی، فلسفه های مختلف، مثلا حال بعضی کسا مثلا عقل پرست هستن، بعضی کسا ماده پرست هستن، ماتریالیست، بعضی عقل پرست هستن، ایدئالیست میگن، ایدئالیست هستن. یک وقت ما جوان بودم، یک کسی مرا میگه که خودت ماتریالیست هستی یا ایدئالیست هستی؟ من ایران مانم که چی است؟ وقت نمیفهمیدم، مطالعه نداشتم در این راسته. و اون مردکه کمونیست خطرناک است. من برش گفتم حالا من این گپا رو نمیفهم. خب من نه ماتریالیست هستم نه ایدئالیست هستم، من یک مسلمان هستم. اینا تقسیم کرده بود مردم به نام ماتریالیست ایدئالیست. نیست، سومی نیست. خب چی مانه؟ پس آن فهمیدیم که اردوی از یا مکتبای کفری هستن. پس اینال بسیاری وقتا بسیاری کسا هستن که خود مسلمان میگیرن، در خانه مسلمان پیدا شدن، به فلسفه افلاطون و سقراط و فلسفه مارکس و فلسفه انگلس و فلسفه که مثلا ژان ژاک روسو و دیکارت و این فلسفه ها مبتلا میشن و خصوصا در مکتبات و پوهنتون ها زیاد همین نظریات از اینا خوانده میشن و به این افکار اینا مبتلا میشن. وقتی که مبتلا شدن فکرشان از عقل پرستی یا حس پرستی یا علم پرستی یا مثلا قلب پرستی، این چیزا پرستی چیزا زیاد دارن. وقتی کنار انسان مطالعه بکنه، پس بسیاری کسا به این افکار مبتلا میشن و از دایره ایمان خارج میشه، در حالی که خود از این شاید فکر بکنه که من مسلمان هستم. شاید خودش ظاهرا فکر میکنه که من مسلمان هستم، میگه چی پروا دارم، من مسلمان هستم. لکن به این افکار من فلسفه افلاطون قبول دارم یا فلسفه سقراط قبول دارم. و حتی مشکلی است که حتی مثلا در مدارس ببینید، در بعضی از مدرسه ها مثلا منطق ارسطو تدریس میشه. از این خاطر کسایی که این منطق ها را میخوانن برای منطق ارسطو، یک وقت ما در مدرسه منطق میخوانیم. خب این منطق از کجا گرفته شده؟ میگفتن از منطق ارسطو هست، از کتابای ارسطو گرفته شده. و این کی گرفته؟ مثلا چی گرفته؟ یکی از فیلسوفایی که به نام خود فیلسوف مسلمان میگیره، نامش یادم رفت حاله. این چی است؟ این فیلسوف است و این کتاب منطق ارسطو را خوانده و بالاخره ابن سینا بلخی خودش میگه 20 مرتبه من این کتاب منطق ارسطو را خواندم نفهمیدم، باز 21 مرتبه باز خواندم باز اون نفهمیدم. خب خلاصه اینی کسا را که ببینید حتی ابن سینا را علما مثلا علامه ابن تیمیه دربارش کتاب نوشته کرده و تکفیرش کرده به خاطر از اینکه کفریات میگه. چرا؟ در لباس مسلمان که من مسلمان هستم متاثر از به اندیشه های عقل پرستی افلاطون و سقراط و ارسطو و اینا. پس اینجا مشکلی پیدا میشه و بالاخره بعضی مکتبای فلسفی معاصر که از قرن 13 و 14 و 15 تا شروع شده، وقتی که یارا بین هومانیسم و دیگه چیزها که هستن، اینا کلش سبب چی میشه؟ سبب کفر میشه و کسایی که به این فلسفه مبتلا هستن اکثریتشون میبینن کلمات کفر از زبانشون خارج میشن و کافر هستن. و حتی ما در پوهنتون کابل مثلا بعضی از استادا، مثلا یک استاد به نام راوش یک کتاب نوشته کرده بود، کتابش که ما خوانیم، یک متن درباره از تحقیق نوشته کردم در دیپارتمنت ثقافت اسلامی دادم که حتی در عمو کتابش سال میگه در چندین صفحه صراحتا کفر میگه، سر الله و سر رسول و سر چیزایی میگه، کفریات که انسان تعجب میکرد. و یا مثلا ما کسایی دیدیم، یک وقت یک کسی بود، یک پوهان بود به نام پوهان چی میگه، پوهان توتاخیل میگفتنش، در پوهنځای ساینس بود، یک کتاب نوشته کرده بود. کلا اون کتاب دول بازو به می عقیده عقیده داروینیسم، فلسفه داروینیسم در ساینس داخل کرد. من برش گفتم که آقای پوهان تو چرا این بی عقلی را میکنی؟ این فلسفه این داروینیسم که هست، داروینیسم خود یک فلسفه هست و ساینس خود چیزی است که در لابراتوار میه. آیا تو میتونی که امی فلسفه داروینیسم این در ساینس برای ما ثابت کنی؟ میگه نه،
تغییراتی که آمده چندین قرن پیش آمده، تو مربوط تاریخ میشم. وقتی تو میره در ساینس داخل میکنی باید در لابراتوار بر ما اینه در لابراتوار نشان بدی، چرا که مسئله ساینسی خود مسئله است که این بالای میز لابراتوار می و در اینجا زیر میکروسکوپ و زیر تلسکوپ و زیر چیزا باید دیده شود و باید بر ما نشان بدی که مثلا شادی که در مرحله تطور باشه و شادی انسان شده باشه یا انسان شادی شود. خب شما بفرمایید گپ براشون بگید. نه خب چندین قرن، خب وقتی چندین قرن گپ میزنید مربوط به تاریخ میشن. خب خلاصه ای است که اصلا کسایی که به این فلسفه های کفری مبتلا میشن به شکل از اشکال مخالف اعتقادات اسلامی میشن. مثلا کسی که باور داره به داروینیسم، نظریات چارلز داروین میخوانه که اصل انسان کس مثلا از شادی پیشرفت کرده، این صراحتا کافر میشه با آیت قرآن که الله متعال میگه که و اذ قال ربک و در آیات قرآن که ثابت میکنه که آدم علیه السلام الله متعال از خاک خلق کرد، از گل خلق کرده و این چی است؟ چندین آیت قرآن است. پس به چندین آیت قرآن با این اندیشه این چی میشه؟ کافر میشه. از این خاطر ما و شما تفسیر فکری و اعتقادی رو برای میخوانیم که عقیده خود و فکر خود مطابق قرآن بسازیم و از نظریات و افکاری که ضد اسلام هست از این ما و شما خود چی بسازیم؟ ضد عقیده توحیدی است، از این باید فکر خود و اندیشه خود پاک بسازیم. و به این خاطر است که در قرآن زیاد وقتی که بحث ها میشه امو دشمنای توحید و صفاتشان و افکارشان معرفی میکنه تا ما و شما از او خود چی کنیم؟ جلوگیری بکنیم. مثلا در از آیت چندم شروع میشه، از آیت 58 مائده، اینجا الله متعال صفات دشمنای توحید بیان میکنه. ما و شما اول سوره مائده رو گفتیم که سوره چی است؟ سوره است که انسان موحد، انسان با عهد خطاب میکنه الله متعال که خودت یک انسان متعهد هستی، مسلمان متعهد هستی با الله. متوجه باش که اینی میکروب ها در وجود تو نباشه، این میکروب های فکری و اعتقادی که بالاخره تو را به مرض کفر و شرک مبتلا میکنن. خب این مرض ها چی است؟ این صفات زشت دشمنای توحید، خصوصا اهل کتاب این صفات داشتن و به این خاطر اینا از دایره توحید برآمدن. الله گفت که اینا کافر هستن، اونا تکفیرشان کرد. اونا میگفتن ما مؤمن هستیم، ایمان داریم به موسی علیه السلام، به عیسی علیه السلام، به تورات، به انجیل. الله متعال گفت که با وجود کل گپایتان شما کافر هستین، چرا اندیشه های کفری دارین. خب میخوانن این صفاتشان چی بود؟ اول صفاتشان که در سوره 58 مائده ذکر میشه صفت زشت استهزاء به عبادات توحیدی. یعنی یکی از صفات، یکی از امراض فکری و اعتقادی هست که یک کس بالای شعائر الله استهزاء بکنه. مجرد کسی که به شعیره از شعائر الله استهزاء میکنه این از دایره ایمان خارج میشه و این کافر میشه. اهل کتاب امی صفت داشتن. چی میکردن؟ الله متعال میگه و اذا نادیتم الی الصلاه، ای مسلمانای موحد وقت شما اذان بتین به چی؟ به نماز، اتخذوها هزوا و لعبا. اینی اهل کتاب چی میکنن؟ سر آذان استهزاء میکنن و با امرای عزیز ساتیری میکنن. آذان رشخندی و مسخرگی جور میکنن. آذان شاعری از شاعر الله هست. این کسی که در آذان استهزاء میکنه و لعب و ساتیری میکنه و اونجا آذان الله اکبر میگه، این یکی از صفات چی بود؟ صفت از اینا بود. ذالک بانهم قوم لا یعقلون. الله متعال میگه اینا به خاطر از اینکه یک قوم هستن که عقل ندارن، ادعای ایمان میکنه و باز به شاعر الله این استهزاء و توهین میکنن. دومین صفت زشت از اینا چی بود؟ صفت زشت دومیشان بدبینی اهل توحید. چطور تو مسلمان هستی و موحدین بدت میاد؟ چرا مسلمان هستی خدا دیندار میگیری و اهل توحید بدت میاد؟ معلوم میشه که تو صفت کفر داری، به مرض فکری کفری مبتلا هستی. این اهل کتاب همین مشکل داره. قل یا اهل الكتاب لم تنقمون منا، بگو اهل کتاب چرا از ما انتقام میگیرین؟ چرا امرای ما مثلا دشمنی دارین؟ چرا؟ الا ان آمنا بالله، مگر ما به خاطر ازی که ما به الله ایمان آوردیم. یعنی دشمنیتان به امرای ما به خاطر ازی است که ما به الله به توحید عقیده توحیدی داریم. و ما انزل الینا و ما انزل من قبل، و ما با آن چیزی که بالای ما نازل شده و قرآن ایمان داریم و با آن چیزی که قبل از ما نازل شده از یک کتاب و به ایمان داریم.
و ان اکثرهم فاسقون. الله متعال میگه اکثریت از اینا فاسق هستن، یعنی الفاسق الخارج عن طاعت الله. پس اینا مؤمن موحد نیستن، اینا از طاعت الله خارج هستن. پس شما کوشش کنید که تو که مؤمن موحد هستی این صفت نداشته باشی. اگر این صفات اهل کتاب پیدا کردی خودت هم به این مرض خطرناک مبتلا میشیم. سومین صفت زشت ایست که اینا لعنت شده هستن، غضب شده هستن و بندگی طاغوت میکنن. این صفتشان چی هستن؟ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبة عند الله. میگه آیا ما عرضی کردم به بدترین جزای از جانب الله براتان خبر بدم؟ من کسانی که لعنه الله، اینا را الله لعنت کردن و غضب علیه، بالایش غضب الله نازل شدن. ببینن خدا دیندار میگیره سرش لعنت الله است، غضب الله هست. و جعل منهم القردة والخنازیر، از اینا الله متعال شادی ها و خنزیرها ساخت. و عبد الطاغوت، اینا عبادت کردن طاغوت، پرستش طاغوت میکردن. از اون طرف میگه ما مؤمن هستیم، از اون طرف دیگه به طواغیت تسلیم هستن. اولئک شر مکانا. یهودی و اهل کتاب چی مشکل داشتن؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یعنی گاهی طاغوت مطاع قانون برشان ضد شریعت ساخته میشد، از اون اطاعت میکردن. مولوی که احبار و رهبانی که ضد شریعت الله برشان فتوا میداد، از او مولوی، از او عالم، از او احبار، از او حبر، از او پیر، از او اطاعت میکردن. و خودشان مثلا میرفتن وقتی که یک طاغوت دیگه پیدا میشد که مردم هم بیا به ما عبادت بکنین، یا او عبادت میکنن. اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، قبرهای پیغمبرای خدا مسجد گرفتن. از این خاطر الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم یک سر از اینا لعنت الله نازل شد. لعن الله اليهود و النصارى. الله یهود و نصارا را لعنت کرد. چرا؟ قبر پرستی رو شروع کردن. اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، قبرهای پیغمبر را سجدگاه قرار دادن. وقتی برشان بگی وی ولی الله هست، آل سعید پیغمبر الله ولی الله هست، لکن آیا ولی الله را سجده بکنیم، عبادت بکنیم، قبرش پرستش بکنیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که سر از اینا لعنت الله نازل شد. پس کوشش کنید شما این صفات مؤمنای موحده که با الله تعهد دارین این صفات نداشته باشید. اولئک شر مکانا، اینی مردم بسیار چی داره؟ زشت، بسیار مکان زشت دارن. و اضل عن سواء السبیل، اینا بسیار گمراه هستند از راه راست. چهارم صفت از اینا چیه؟ صفت زشت منافقت و درویی. و اذا جاءوکم قالوا آمنا، وقتی که به شما آمدن میگه ما مؤمن هستیم. و قد دخلوا بالکفر، در حالی که وقتی که آمدن این مجلس پیغمبر داخل میشن با استهزاء، رشخندی، توهین، درویی، دروغ و کفر. امی که داخل هم شدن با کفر داخل شدن، در حالی که با کفر میگه داخل شدن لکن ادعای چی میکنن؟ ایمان میکنن. این منافقت است. والله اعلم بما كانوا یکتمون. الله بسیار عالم و باخبر است از آن چیزی که اینا کتمان میکردن. پنجمی صفتشان چی است؟ صفت زشت عجله در گناه. اینها زیاد در گناه عجله میکنن. یک صفت زشت. دیگه صفتشان چی است؟ دشمنی هست با مؤمنین. دیگه صفتشان چی است؟ حرامخوری هست. الله متعال در سوره مائده آیت 65 صفات زشت دشمنای توحید بیان میکنه، معرفی میکنه. چی میگه؟ و ترى كثيرا منهم، و میبینی رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیاری از این دشمنای توحید یسارعون فی الاثم. اول صفتشان چی است؟ که همین گناه را دیدن به طرف گناه دیگه هم تو راستن میدوان. وقتی که یک مجلس ساز و رقص و موسیقی و ترا بود کس خبرش هم نکرده باشه، دویدن بی که وقت و بالا سر شیشته تا کی گفته بیا اینجا بخی که تو چوب از بزور میکشش. نه والا من خبر شدم این از فلانی منطقه که اینجا امشب ساز آمدیم. میگه یک صفت زشت از اینا چی است؟ که یسارعون فی الاثم، در گناه و در این چیزا بسیار سرعت میگیرن. والعدوان، در تجاوز. وقتی که تجاوز بالای کس شون اینا بسیار در تجاوز دیگه بسیار دست پیش دارن. و اکلهم السحت، این سوم صفتشان است که اینا در حرامخوری بسیار پیش دست هستند. لبئس ما کانوا یفعلون، بسیار زشت است آنچه افعال می. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار، چی شده امی معلمین و استادای از اینا را که خدا میگه ما ربانی هستیم، اینا رو چی شدن؟ والاحباری، علمای کلانشان که خدا میگن ما بسیار به درجه اجتهاد رسیدیم، چرا مانع از اینا نمیشن؟ قولهم الاثم، از این سخنهای گناه کفریاتی که اینا میگن، چرا اینا مانع نمیشن؟ و اکلهم السحت، چرا از حرامخوریشان علمایشان، کلانایشان، مربیایشان، معلمایشان، استادایشان لبئس ما کانوا یا مانع نمیشن؟ چرا نمیشن؟ لبئس ما کانوا یصنعون، اینا بسیار اعمال زشت کردن.
ششمی صفت شانی است. یعنی اینجا حتی برای استادا، برای معلمین و شیخ الحدیث ها، شیخ التفسیر، علمای اسلام هم گفته میشن که شما احتیاط بکنین، وقتی دیدین گمراهی است، بیدینی است، شرک است، کفر است، بر مردم بیان بکنین، تشریح بکنین که این شرک است، این کفر است، این ناروا است، این حرام است، این غلط است. مثل علمای یهود و نصارا خدا جور نکنین که سر شما هم لعنت الله به مغضوب علیهم و ضالین شوین. و این صفات از اینا را بیان کرد. ششمی صفت زشت دیگی از اینا چی است؟ که صفات غلط مخلوقه، صفات زشت خود به الله متعال نسبت میدن. ما و شما در درس‌های توحیدی در صفات الله خوانیم که ما و شما در صفات الله 6 قاعده را مراعات میکنیم. چند قاعده را مراعات میکنیم؟ 6 قاعده. در صفات، تمام صفات الله، چی صفات فعلیش باشه، صفات مثلا ذاتی الله هست، صفاتی که مثلا به شکل اسما و صفات آمده یا صفاتی که به شکل فعل آمده. خلاصه در صفات الله 6 چیز مراعات میکنیم. کدام 6 چیز؟ اول صفات الله را میشناسیم، صفات خالق متعال را میشناسیم که صفات عظمت، جلال و کبریا هست. با صفات دوم صفات مخلوق را میشناسیم که صفات مخلوق چی است؟ صفات عاجزی هست، صفات مخلوق است، صفات ناتوانی است. 3 صفات خالق به مخلوق نسبت نمیتیم. ببینید صفات خالق، صفات عظمت و با کلام، چطور صفات الله را به مخلوق نسبت میتیم؟ این نمیتیم، این توحید است. 4 این صفات عاجزی مخلوق چی؟ صفات مثبت مخلوق باشه یا منفی مخلوق باشه، این رو به خالق متعال نسبت نمیتیم. این 4 قاعده. 5 صفات الله را از مخلوق تقاضا نمی کنیم. مثلا صفات الله شفا دادن است، روزی دادن است، صحت دادن است، اولاد دادن است، زندگی دادن است، مرگ، اینا رو از مخلوق تقاضا نمی کنیم. و 6م چیزی که ما در عقیده توحید در صفات داریم این است که صفات خالق مخلوق با هم تشبیه نمی کنیم. صفات خالق صفات جلال و عظمت است، هیچ مشابهتی با صفات مخلوق نداره، و صفات مخلوق صفات عاجزی و ناتوانی است، هیچ مشابهت با صفات خالق نداره. این ما در عقیده توحید این 6 چیز مراعات میکنیم. یهودیا اهل کتاب یا چی مشکل داشتن؟ یهودیا صفات زشت خالق، صفات زشت مخلوق به خالق متعال نسبت میدن، به این سبب کافر شدن. الله متعال میگه و قالت الیهود ید الله مغلوله، میگه اینا یهودا گفتن که دست الله بسته هست. چی معنی دست الله بسته است؟ اینا هدفشانی است العیاذ بالله که یعنی الله بخیل است. این کفر، صفت بخل به الله نسبت دادن. الله متعال میگه که غلت ایدیهم، دستای از اینا هلاک باشه، ولعن و اینا لعنت شدن به ما قالوا، با این سخنهای خود گفتن. میبینن با این سخنهایی که میگفتن اینا موجب لعنت الله شدن. بل یداه مبسوطتان، بلکه هر دو دست الله بسیار باز و گشاده هست. ينفق کیف یشاء، هر قسمی که الله بخواه مصرف میکنه و نفقه میده بر مخلوقات خود. شما میبینید که در جهان چندین میلیارد مخلوق است، با چندین هزار قسم مخلوقات بحری و مخلوقات بری و مخلوقات نمیفهم پرندگان و نمیفهم درندگان. این کس نمیتونه، انسان ها تاول نتونسته که تعداد بزنه. کل از اینا را الله رزق و روزی میده. الله متعال که است بل یداه مبسوطتان، دستای الله سبحانه و تعالی که ما کیفیتش نمیفهمیم، اما قسمی که به جلال عظمت الله شایسته هست، آنچه که الله متعال گفته هست بنان قبول داریم، کیفیتشون مربوط غیب است نمیدانیم. الله متعال هر قسمی که خواسته باشه نفقه میکنه. ولا یزیدن کثیرا منهم، و زیاد میکنه به بسیاری از اونها. ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، این مردم ها که هستن الله متعال میگه که یا مردم ها حق طلب نیستن، چون صفت از اینا دشمنای توحید هستن. آنچه که به تو نازل شده از جانب ربت ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، این بر از اینا فایده میکنه؟ فایده نمیکنه، بلکه بر از اینا انوز هم زیاد میکنه. چی را؟ طغیان و کفر، سرکشی و کفرشان انوز زیاد میشه. میگه باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در دشت لاله روید و در شورزار خس.
اینا برای انسانای مؤمن و موحد که قرآن بخوانی او قلب از رو روشن میسازه، عقیدهش قوی میشه. انسان بیدین وقتی که قرآن خوانده میشه دلتنگ است، سرکش است، طغیانش زیاد میشه، کفرش زیاد میشه. پیغمبر که آمد هنوز کفرش زیاد میشه. یهودیا پیش از اینکه پیغمبر بیاد مرد دعا میکردن که او مردم آخری پیغمبر آمد باز از ما دفاع میکنه و شما در لعنت میشین. وقتی پیغمبر آمد اینا تعصب کردن، کافر شدن. اما عرب های جاهل مسلمان شدن. این علمای یهود، علمای نصارا یا کافر شدن. سبب چی شد؟ به خاطر از که الله متعال میگه ولا یزیدن کثیرا منهم، و بسیار زیاد میکنن و بسیاری از اینها ما انزل الیک من ربک، آنچه که از جانب پروردگار تو به تو نازل شده، طغیان، سرکشی و کفر و القینا بینهم العداوه والبغضاء الی یوم القیامه. الله متعال میگه که اینا دوستی و محبت هم حاصل نمیکنن. چرا؟ در بین از اینا الله متعال میگه چون گناهشان زیاد شد، کفرشان زیاد شد، الله متعال قلبای از اینا را مهر کرد. به خاطر چی؟ به خاطر زیاد تعصب و تکبر و کفر. دیگه ای در بین از اینا عداوت دشمنی انداخته شده تا روز قیامت. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. هر وقتی که اینا آتش جنگ روشن میکنه، الله آتش از اینا رو چی میکنه؟ خاموش میسازه. هر وقتی که آتش جنگ روشن میکنه، اطفایی الهی اینا رو چی میکنه؟ خاموش و نابود میکنه. و یسعون فی الارض فسادا. دیگه صفت زشت از اینا چی است؟ همیشه در زمین فسادکاری. والله لا یحب المفسدین. الله متعال هیچ مفسدین دوست نداره. پس این کلش برای مسلمان های موحد متعهد است که شما با الله عهد دارین، شما متاثر به چیزای از اینا نشین، اینا بیدین و گمراه هستند. در مطلب دوم که در آیت 65 سوره مائده هست، در اینجا در این آیت احکام مهم تشریعی در مورد اهل کتاب بیان میشه. احکام بیان میشه. الله متعال بیان میکنه که شما صفات دشمنای توحید فهمیدین، چی صفات زشت داشتن بیان شد. الله متعال در مقابل از اینا احکام بیان میکنه. اول حکم الله چی است؟ الله متعال غفور است، رحیم است، مهربان است، غفار است، رحمان الرحیم است. حتی به دشمنای توحید هم فرصت توبه میده. فرصت توبه و فرصت رجوع بر از اینا هم میده. الله متعال میگه که اول حکم خدا بیان میکنه، حکم مغفرت گناه های اهل کتاب در صورت ایمان و تقوا. ولو ان اهل الكتاب آمنوا. الله متعال میگه اگر اهل کتاب ایمان بیارن و تقوا حاصل بکنن، الله متعال میگه لکفرنا عنهم سیئاتهم. ما امو گناه هایشان برشان نابود میکنیم، از بین میبریم که پاره گناه هایشان میشه. هم دروازه توبه برایشان باز است. میبینید رحمت الله را. سرسختترین دشمنای خدا باز هم فرصت میده. و الا ادخلناهم، باز این امینا را داخل میکنیم به جنت نعیم، به جنت های پر از نعمت. سبحان الله، چقدر الله ذات مهربان است. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و تبسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که بر دشمنان نظر داری. حتی بر دشمنای خود هم که دشمنای توحید هستن، الله متعال فرصت میدن که اگر ایمان بیارن و توبه بکنن. باز حکم نزول رحمت در صورت تطبیق کتاب آسمانی. اگر اینا کتاب آسمانی تورات و انجیل و قرآن قبول بکنن و این را واقعا تطبیق بکنن، ولو انهم اقاموا التورات والانجیل و ما انزل الیهم من ربهم. اگر اینا واقعا اقامه میکردن تورات و انجیل، آنچه که در تورات بود اینا حقیقتا به این عمل میکردن. در تورات چی است؟ در انجیل چی است؟ ایمان به تمامی پیغمبران، ایمان به تمامی کتابای آسمانی، ایمان به اولین پیغمبران و آخرین پیغمبر. مثل که در قرآن عظیم شان است. ما شما چرا با موسی علیه السلام ایمان داریم؟ حالا موسی علیه السلام پیغمبر بنی اسرائیل است، به بنی اسرائیل فرستاده شده. عیسی علیه السلام پیغمبر بود، به بنی اسرائیل فرستاده شده. ما چرا به موسی و به عیسی و به تورات و به انجیل و به صحائف و به کل از ایمان داریم؟ به خاطر از اینکه در قرآن برای ما گفته شده است که شما باید ایمان بیارید. از این خاطر میگیم که آمنت بالله و ملائکته، ما به تمام ملائکه ایمان داریم. اینا باز به کل ملائکه ایمان ندارن. چی میگه ما جبریل دشمن ماست. و کتبه، به کل کتاب ما ایمان داریم. اینا الله متعال میگه که اگه اینا واقعا
تورات انجیل اقامه میکردن و به تمام پیغمبرها و تمامی کتاب ها و تمامی آنچه که در این کتاب ها هست ایمان میداشتن و ما انزل الیهم من ربهم، آن چیزی که از جانب ربشان برشان نازل شده، نه اون تحریفایی که تغییراتی که خودشان آوردن. لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، الله برشان اتو نعمت ها را میداد که از فوقشان، از آسمان برشان نعمت ها میامد، بارش و باران و به این اندازه که زمین یک تکه زنده میساخت، و من تحت ارجلهم و زیر پایشان هم زمین برشان باغ و بوستان میگشتند. منهم امت مقتصده، بعضی از اینا مردمای خوب هم هستن، مردمای متوسط هستن که افراط و تفریط نمیکنن، کسایی هستن که وقتی حق برشان رسید مثل عبدالله ابن سلام، مثل سلمان فارسی و مثل دیگه علمای یهود و نصارا که اینا مسلمان شدن، اینا امت مقتصده هستن. و کثیر منهم ساء ما یعملون، لکن اکثریت از اینا بسیار عمل زشت میکنن. سومی حکم در اینجا است، حکم به مکلفیت رسول الله صلی الله علیه و سلم به تبلیغ ما انزل الله. رسول الله صلی الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که یا ایها الرسول، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، بیبی که تو پیش الله چقدر عزت داریم که تو رو به نامت یاد نمیکنه، نمیگه که یا محمد، برات میگه که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما و شما هم باید یه ادب یاد بگیریم و همیشه وقتی که نامش یاد میکنیم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیم. یا ایها الرسول، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، برسان، تبلیغ بکو آنچه که بر تو نازل شده از جانب پروردگارت. و ان لم تفعل، و اگر این کار نکردی، فما بلغت رسالته، باز رسالت الله را تبلیغ نکردی. یعنی الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که تو کاملا باید احکام الله را به مردم برسانی. و در قسمت از این که باز بر دو کس میخوای ضرر برسانه یا تو را بکشه یا تو را از بین ببره، والله یعصمک من الناس، الله تو را در عصمت خود از مردم، در حفظ خود تو را حفظ میکنه و تو در عصمت الله هستی. اگر با زبان ضرر به تو برسانه، از تو دفاع الله میکنه. اگر در تخلاق تو کس چیزی بگه، الله متعال قرآن نازل میکنه که با انک لعلی خلق عظیم. و اگر میگفتن که ابتر است، الله متعال در جوابشان برشان گفت که ان شانئک هو الابتر، دشمن توی دنبریده هست و خبرش قطع میشه و نسلش قطع میشه. وقتی که اینا گفتن که پیغمبر مجنون است، الله متعال دفاع کرد و گفت که نون والقلم و ما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون و انک لعلی خلق عظیم، اخلاق تام عظیم است و دیوانه هم نیستی. خود از اینا به تمام امراض مبتلا هستند. والله یعصمک من الناس، الله تعالی در عصمت و در عصمت خود نگاه میکنه از مردم. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، الله اهل قوم کافر هدایت نمیکنه. چهارم حکم طغیان اهل کتاب رو بیان میکنن که با نزول قرآن اینا سرکشی کردن. قل یا اهل الکتاب، برشان بگو که ای اهل کتاب، لستم علی شیء، شما به هیچ چیز نیستین، هیچ ارزش ندارن، حتی تقیم التورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، تا که شما اقامه نکنین احکام تورات و انجیل و آنچه که از جانب الله براتون نازل شده قبل از چی؟ قبل از تحریف از این امور شما باید اقامه بکنین. وقتی گور اقامه بکنین باز به کلگی ایمان می داشته باشین. ولا یزینن کثیر منهم، و زیاد میکنن به بسیاری از اینا ما انزل الیک، آنچه که به تو نازل شده رسول الله صلی الله علیه و سلم، من ربک، از جانب پروردگار تو، طغیانا و کفرا، کفر و طغیانشان هنوز زیاد میشه. فلا تأس علی القوم الکافرین، پس بر قوم کافر جگرخون نشو. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، در اینجا حکم پنجم است، حکم دور شدن خوف در صورت ایمان حقیقی کامل با تمامی شروط و ارکانش. یعنی در آیت شریف الله متعال بیان میکنه که اگر کس مسلمان خدا میگه یا خدا یهود میگه یا صابئی میگه یا نصرانی میگه، به شرط که ایمان کامل داشته باشه. واقعا این نام ها مهم نیست، دین پیش الله دین اسلام است و اصلا انسان مسلمان است. این نام ها را مردم گذاشتن سر خود
لکن اصل پیش الله چی اعتبار داره؟ اعتبار ای داره که کسی واقعا مؤمن باشه و کسی تمامی ارکان ایمان و کلش ایمان داشته باشه کامل و کل زیره به شکل کامل قبول داشته باشه و شرایط زیره قبول بکنه، این پیش الله مؤمن واقعی هست. الله متعال میگه ان الذين آمنوا، یقینا کسانی که ایمان آوردن، و الذين هادوا، و کسانی که برگشتن به طرف ایمان، که بعض کسا خدا یهود بعضی میگن که از هادو گرفته شده که یعنی برگشت به طرف ایمان کردن، و صابئون، کسایی که صابئه گفته میشوند، صابئه، و النصارا، و کسایی که نصارا گفته میشن. من آمن بالله، این نام ها هست، لکن اصلا کسی که ایمان بیاره به الله و الیوم الاخر و به روز آخرت و عمل صالحا، این سه شرط داشته باشه. آمنه، ایمان به الله داشته باشه که تمام کتابای الله و تمام پیغمبرای الله و تمام ملائکه الله و تمام احکام الله را بپذیری. این شرط اول. شرط دو، آخرت بپذیری. شرط سوم، اعمال صالحه داشته باشن. این سه شرط هر کسی که داشته باشه، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بر از اینا خوف نیست، جگرخونم نیست. اگر قبلا یهودی بود یا نصرانی بود، بسیار کسای یهود بودن، کلمه خواندن وقتی که پیغمبر آخر آمدن و پیغمبرای قبلی هم ایمان داشتن، به کتاباشون ایمان داشتن. وقتی که پیغمبر آخری آمد و قرآن آمد، ایرام قبول کردن، مسلمان شدن. کسایی میگفتن ما صابع هستیم، صابعه میگفتن، اونا وقتی که پیغمبر آمد به توحید، عقیده توحید و ایمان قبول کردن، خلاص. و اینمی کسایی بودن که نصرانی بودن، اهل کتاب بودن، میگفتن ما نصرانی هستیم، پیرو عیسی مسیح علیه السلام هستیم، تورات انجیل قبول داریم. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدن، اولین کسی بود که آمدن مسلمان شدن و در خدمت اسلام قرار گرفتن. بناء الله متعال میگه بر از اینی کسایی که واقعا حق طلب هستن، حق قبول میکنن، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ششم، حکم عهدشکنی و تکذیب اهل کتاب. اهل کتاب وقتی که عهد خدا میشکنن، چی حکم دارن؟ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، الله متعال میگه یقینا ما گرفتیم عهد و پیمان بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا، و بر از اینا پیغمبرا فرستادیم. کلما جاءهم رسول، میگه هر وقتی که بر از اینا یک پیغمبر میامد، بما لا تهوی انفسهم، که مطابق هوا و خواهشات نفسانی از اینا نبود، فریقا کذبوا، یک تعداد پیغمبرا را تکذیب کردن، و فریقا یقتلون، یک تعداد دیگه پیغمبرا را به قتل میرساندن. هفتمی حکمشان چی بود؟ حکم گمان غلط اهل کتاب به عدم موجودیت فتنه. و حسبوا ان لا تکون فتنه، اینا میگفتن که تو گمان کردن که هیچ امتحان نیست. هیچ وقتی که ما دیگه دیندار شدیم، مثل که بسیاری مسلمان ها همی گپ میزنن، وقتی که مجرد کلمه خواندی و مسلمان شدی، خلاص دیگه بالای تو نه امتحان است و نه سختی هست و نه تو کافر میشی و نه تو از دین مبرای، هر کاری که کردی دلت دیگه، چون تو مسلمان شدی، تو کلمه خواندی دیگه خلاص هستی. الله متعال میگه یا همین قسم گمان کردن که هیچ امتحان دیگه سرشان نمی باشه، فقط ایمان که آورد خلاص. فعموا و صموا، اینا کور شدن و صموا و چی شدن؟ کر شدن. ثم تاب الله علیهم، یعنی از حق نمی دیدن و حق نمی شدن. ثم تاب الله علیهم، باز الله توبهشان را قبول کرد، برشان فهماند که در این دین امتحانات هست. در ایمان همین قسم که ایمان هست، نواقض ایمان هست. حالا شما وضو که دارین، شکنندای وضو ندارین، یعنی یک مرتبه وضو گرفتین خلاص وضویتان نه، میخوانی که شکنندای وضو هست. روزه که گرفتی، شکننده روزه نیست که اگر کس مثلا روزه نیت کرد و بالاخره در نصف روز رفت نان خورد، روزش نمیشکنه. پس شما یقین دارین که همین قسم که انسان وضو میگیره، وضو شکننده داره. همین قسمه که روزه میگیره، روزه شکننده داره. اینمی قسم انسان میفهمه که اگر اینمی انسان مثلا چی داره،
اگر امی انسان ایمان داره، ایمان هم میشکنه، ایمان میشکنه. اگر یک کسی مثلا به عمل کفری را انجام میده کافر میشه. بسیار یا است الله متعال میگه یا بینی گمان بودن. باز از که بر از اونا فهمانده شد، باز یا توبه کردن، الله توبهشان قبول کردن. ثم عموا و صموا کثیر منهم، باز یک تعدادشان خود کور و کر ساختن. برای چی؟ از شنیدن حق و از قبولی حق. والله بصیر بما یعملون، الله با خبر است از آنچه که عمل میکنن. هشتمی حکم الوهیت دادن به عیسی مسیح. خب یک تعداد به این عقیده هستند که عیسی مسیح علیه السلام العیاذ بالله ای پسر الله هست یا خودش الله هست. الله متعال میگه لقد کفر الذین، یقینا که کافر شدن. ببینید تکفیر اینجا اینا رو کافر کرد. بعضی کسا میگه که نه در قرآن تکفیر نیست و در قرآن برای یهود و نصارا کافر گفته نشده است. اینجا الله متعال میگه لقد کفر الذین، یقینا که کافر شدن کسایی که پیرو عیسی مسیح علیه السلام بودن، به پیغمبری عیسی مسیح ایمان داشتن و کلمه میخواندن. وقتی که اینا آمدن سخنهای جدید گفتن، این کافر شدن. لقد کفر الذین قالوا، یقینا کافر شدن کسایی که گفتن ان الله هو المسیح ابن مریم، که الله عیسی پسر مریم است. و قال المسیح یا بنی اسرائیل، در حالی که عیسی مسیح بر از اینا گفته بود که ای بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم، شما الله را عبادت بکنید که هم رب من هست و هم رب شما هست، من خودم بنده هستم. انه من یشرک بالله، یقینا هر کسی که به الله شرک میره فقد حرم الله علیه الجنه، الله بالای ازی جنت حرام میکنه. و مأواه النار، و جایگاهی از این آتش دوزخ میشن. و ما للظالمین من انصار، برای ظالما هیچ نصرت کننده نیست. و ما للظالمین من انصار، برای ظالما هیچ نصرت کننده نیست. خب نهمی حکم تثلیث. اگر کسی به 3 معبود یا 3 اقنوم عقیده دارن، مثل که نصرانی ها میگن که in the name of Father, Son and Holy Spirit، 3 چیز میگن. یا مثلا نصرانی های چی که هستن، نصرانی هایی که عرب هستن، یا میگن بسم الرب و بسم الاب و الابن و روح القدس. این تثلیث هست. اینال الله متعال میگه که لقد کفر الذین، یقینا کافر شدن کسانی که قالوا گفتن ان الله ثالث ثلاثه، الله سومین 3 معبود هست. یا 3 معبود میگه سومینش الله هست. و ما من اله، الله متعال میگه نیست معبود به حقی که ذاتش عبادت شوه و احکامش اطاعت شوه الا اله واحد، مگر معبود یگانه. و این لم ینتهوا عما یقولون، اگر اینا از این سخنهای خود و از این اعتقادات کفری خود ختم نمیکنن، لیمسن الذین کفروا منهم عذاب علیم، برای کسایی از اینا که کافر شدن این عقیده را دارن برشان عذاب بسیار دردناک هست. دهمی و افلا یتوبون، الله متعال میگه چرا توبه نمیکنن الی الله، به سوی الله، و یستغفرونه، از الله مغفرت نمیخوان. والله غفور رحیم، والله بسیار مغفرت کننده و مهربان است. حتی اگر شما کفر هم گفتین، شرک هم کردین، بین توبه بکنین، رجوع بکنین به الله. دهمی حکم چی است؟ حکم رسالت عیسی مسیح است. الله متعال حکمش بیان میکنه مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسی پسر الله نیست، عیسی پسر مریم است. الله تکذیبشان میکنه، میگه عیسی پسر مریم است، مریم هم بنده بود، او هم بنده هست. و اینمی عیسی مسیح که پسر بنده هست، این نیست الا رسول، مگر فرستادی الله هست. قد خلت من قبله الرسل، قبل از زیاد پیغمبرها گذشته. و امه صدیقه، و مادرش یک خانم پاک صادق راستگو. کانا یاکلان الطعام، اردوشان بنده بودن، غذا میخوردن. شما میفهمید نان خوردن صفات مخلوق است. چطور این صفات نان خوردن داشته باشه باز خالق میشه؟ خالق خو از این صفات پاک و منزه است. انظر کیف نبین لهم الآیات، ببین ای رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم دلایل برشان بیان میکنیم. ثم انظر انا یؤفکون، باز ببین که اینا چه قسم
تهمت میکنن. 11 حکم عبادت غیر الله. کسی که عبادت غیر الله رو میکنه چی حکم داره؟ قل بگو اتعبدون من دون الله، آیا شما عبادت میکنین بغیر از الله؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، تو کسای را عبادت میکنین، چیزای را عبادت میکنین که نه بر شما ضرر رسانده میتونه نه بر شما نفع رسانده میتونه. والله هو السمیع العلیم. الله هست که هم سمیع هست، شنواست و هم علیم است، بسیار داناست. 12 حکم افراط اهل کتاب. الله متعال در سوره 77 مائده میگه یا اهل الکتاب، بگو ای اهل کتاب، لا تغلو فی دینکم، در دینتان افراط نکنین غیر الحق، ناحق، ولا تتبعوا، و متابعت نکنین اهواء قوم قد ضلوا، از خواهشات او قومی که گمراه شدن من قبل پیش از شما، و اضلوا کثیرا، و بسیار مردم را گمراه کردن، و ضلوا عن سواء السبیل، از راه درست اینا منحرف شدن. 13 حکم لعنت بنی اسرائیل به زبان داود و عیسی علیه السلام. اینا را داود علیه السلام هم لعنت کرده و عیسی علیه السلام لعنت کرده، گفت لعن الذین کفروا، لعنت شدن کسایی که کافر شدن من بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل، علی لسان داود، به زبان داود علیه السلام، و عیسی ابن مریم، و به زبان عیسی پسر مریم علیه السلام. ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون، به خاطر که اینا نافرمانی کردن و معصیت کردن و بسیار تجاوز میکردن. 14 حکم ترک نهی از منکرات اهل کتاب. وقتی اینا نهی از منکرات ترک کردن، الله سرشان عذاب نازل کرد. کانوا لا، چرا سر از اینا لعنت شد؟ میگه لا یتناهون عن منکر فعلوه، اینا از اون منکری که او را انجام میدن از این نهی نمیکنن. لبئس ما کانوا یفعلون، بسیار زشت است که آنچه اینا عمل میکنن. 15 حکم موالات و دوستی اهل کتاب با کافران. اینا چی است؟ ترا کثیرا منهم، میبینی بسیاری از اهل کتاب را یتولون الذین کفروا، که اینا دفاع میکنن، دوستی و دفاع میکنن از کسایی که کافر شدن. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بسیار زشت است آن چیزی که بر از اینا نفسهایشان تقدیم کرده. ان سخط الله علیهم، که غضب الله بالای از اینا نازل شده هست. و فی العذاب هم خالدون، اینا در عذاب برای همیشه می باشند. ولو کانوا یؤمنون، اگر اینا ایمان می آوردن به الله و نبی و پیغمبر و ما انزل الیه، و آنچه که به اون نازل شده، متخذوهم اولیاء، اینا کافر را دوست خود نمی گرفتن. ولکن کثیر منهم فاسقون، بسیاری از اینا از فاسق شدن، یعنی از دین خارج شدن. 16 حکم شدت دشمنی یهود و مودت نصارا. اینا یهود و نصارا یک قسم نیستن. این مسلمان ها لتجدن اشد الناس عداوة، بسیار کسایی که دشمنی زیاد دارن، شدید هستند. الذین آمنوا، بر مؤمنا، الیهود، یهودیا هستند، و الذین اشرکوا، و کسایی که مشرک هستند. یهودا و مشرکا دشمنیشان بسیار قوی هست. ولا تجدن اقربهم مودتا، لکن میافی کسایی که بسیار مودت دارن. الذین آمنوا، کسانی که مؤمن هستند. الذین، کسانی که قالوا، گفتن، یعنی ولا تجدن، و میابی اقربهم مودتا الذین آمنوا، که بسیار مودت و دوستی دارن برای مؤمنان. کی هستند؟ الذین قالوا من النصارى، کسایی گفتن ما نصارا هستیم. ذالک، چرا که بیانت، به خاطر ای که منهم، بعد از ایشان، قسیس ها هستند و رهبان هستند و راهبا هستند. اینا کسایی هستند و انهم لا یستکبرون، یک کشیش ها و راهبا تکبر نمی کنند. از این خاطر عدم تکبر از اینا سبب میشه که اینا قبول بکنن حق و دشمنی نکنن. و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، و وقتی که اینا بشنون آنچه که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده، ترى اعینهم تفیض من الدم، چشمایشان را ببینید که از اشک جاری میشن. چرا؟ مما عرفوا من الحق، از آنچه که اینا از حق فهمیدن. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، باز میگن که یا الله، ما به این پیغمبران ایمان آوردیم، ما را در جمله شاهدین حساب کن. از همین خاطر بسیاری از کشیش ها، بسیاری از نصرانی ها ایمان میارن. و ما لنا لا نؤمن بالله، باز میگه ما چرا ایمان نبیاریم. و ما جاءنا من الحق، با آنچه که بر ما از حق آمده. و نطمع، در حالی که ما طمع داریم، ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، که رب ما را در جمله صالحین داخل کنن. پس ما ایمان داریم. فاصابهم الله بما قالوا، باز الله متعال به کشیش ها و بینمی مردمای اهل کتابی که اینا ایمان آوردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم و قرآن قبول کردن، الله متعال در مقابل اینمی ایمان و سخنانشان
برشان چی میده؟ جنات تجری من تحت الانهار، جنت های را نصیبشان میکنه که زیر قصرها و باغای از اینا نهرها جریان داره، خالدین فیها و ذلک جزاء المحسنین، همیشه اینجا می باشن و این پاداش احسانکاراست. 17 حکم کفر و تکذیب است. والذین کفروا، و کسانی که کافر شدن و کذبوا بآیاتنا و با آیات ما تکذیب کردن، اولئک اصحاب الجحیم، اینا اهل چی هستن؟ اهل دوزخ هستن. اینا اهل دوزخ هستن و دوزخی ها هستن و اینا از رحمت الله دور می باشن. درس ما شما اینجا ختم شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.